یه قلم و کاغذ برداریم بنویسیم یه گوشه بمونه به یادگار که اینا دارن کفشاشونو پاشون میکنن برن اربعین پیاده روی کنن، عزاداری کنن برای یک قومی که اصلا ایرانی نبوده و میگن 1400 سال پیش یه طفل 6 ماهه رو کشتن، اما خودشون توی عصر جدید توی این ایران 3 روز پیش تو ایسبازسی یه خونواده رو به رگبار میبندن و دختر 6 ساله که اسمش رهاه روحش از تنش رها میشه میره تو آسمونا، هیچ کسیش حرفی نمیزنه. بنویسید به یادگار بمونه که اینا دارن میرن عزاداری کنن برای یک قوم غریب که اصلا قوم پارس نبوده. میگن اون موقع آب روشون بستن، اما خودشون با این ایران خانوم 4 فصلی که داریم، با این ایرانی که رو گنج خوابیده 4 ساعت تو روز آب و توی تابستون تو ظل گرما رو مردم خودشون قطع میکنن. بنویسید که الان رو گنج خوابیده این ایران، اما رو منابع خوابیده، اما برق و قطع میکنن. 800 مردم تشنه و بیبرق و تو گرما دق میکنن، اما لام تا کام حرف نمیزنن. بنویسید که به یادگار بمونه برای نسل‌های بعد ما که بگن این دوره و این نسل چه صبری داشتن، چه کوه صبری بودن، از ما به عنوان نماد قدرت استفاده بشه، نام برده بشه. بنویسید که یک نسل 57 یک خبط و خطایی کرد، نسل‌های بعدشون فقط رنج دیدن و درد، جوونی نکردن، بچگی نکردن. بنویسید که یک مردی رو که تا اینجا دستش عسل کرد تو دهن مردم، زدنش پس رفت تو خاک غریب، از ماتم و قصه جون داد و مرد و آهش گریبانگیر یه ایران شد. اینا رو بنویسیم بمونه به یادگار. بنویسیم ما تو دولتی داریم زندگی میکنیم که معاون رئیس جمهور پیام میده که چهارشنبه تعطیله به خاطر اینکه نمیتونیم ساپورت کنیم آب و برق و گازو، اما توانایی خطکشی لوله آبو دارن برای اربعین، برای عزاداران و کسایی که میخوان برن گریه‌وزاری کنن برای قوم عرب. اینا رو یادداشت کنیم، بنویسیم که خودشون از تو خودشون با هم دیگه جنگ میکنن. میگن قبلا شنیده بودیم که تفنگ ها دست کسایی هست که تیراندازی بلد نیستن. آره فدات شم. بنویسیم که یه ایران تو شکن، میگن چی دادن به خورد ما که اینقدر ساکتیم و هیچی نمیگیم. همه دارن التماس خدا رو میکنن، میگن یه دستی بیار تو کار و میدونن که آه اون مرده که الان 46 سال گریبانگیر ما شده و خدا رو دارن صدا میزنن که بتونن از این ظلم و ستم فرار کنن و ایران آزاد بشه. اینا رو بنویسیم به یادگار بمونه. اونا که دارن برای 1400 سال قبل عزاداری میکنن، اما نسل‌های بعد ما رو به اسم مردم پرقدرت و صبور یاد بیارن. دست خدا روشونتون، قلب خدا خونتون. بدرود.